نتیجه یگانه اینها اردوغان است. اردوغان چی کاری کرد؟ اردوغان آیا دموکراسی را تغییر داد؟ آیا دولت اردوغان از دولت گرمانیا یا استرالیا یا از امریکا یگان تغییرات دارد؟ تغییرات ندارد. میره در یک کوچه یک مسجد وجود دارد، در همون کوچه زیناخونه وجود دارد، در همون کوچه لیزبیان ها میگه دختر به دختر زنا میکرده وجود، در همون کوچه، در همون راه، عیناً همون راه نزدیکش اطرافش خانه های لیواطی وجود دارد. فقط ساعت معین کردن، گفتن از ساعت 10 شب تا 1 شب روید چیکار خواهید کنید. همین است مگر شریعت. علما، یکی از علمای بزرگ اسلام سلیمان العلوان حفظه الله و ثبته الله در درون ترمه سعودی هست و ناصر الفهد، اینها کتاب های خاص می نویسند. ناصر الفهد کتاب می نویسد که تبیان علی کفر من اعان الامریکان فی افغانستان و العراق و اینچنین سنوان در نواقض الاسلام میگن که سبحان الله سخنی زیبایی بینید. ضرر این حزب هایی که دموکراسی میخواهند به اسلام از کافران بدتر است. چرا که مردم عامه و عادی مسلمان وقتی که یهود و نصارا رو نظر میکنن میگویند که اینها کافر است و اینها تطبیق شریعت ندارد و همه کاری که از نظری دولت دار میکرد کفر است. اما میگه وقتی که اخوان یا که حزب یگان حزب هایی که دموکراسی رو میخواهد حکم رو به دست گرفت، اینها حجت از قرآن و سنت میآورد که دموکراسی کردن جایز است. یهود و نصارا به شما حجت نمیبرد که دموکراسی از قرآن و سنت جایز است. عقیده مردم عامه رو کافر نمی کند، کفر به نمی برد. اما این حزب ها عقیده مردم عامه مسلمان ها 1 میلیارد رو به کفر میبرد. چرا؟ برای دفاع کردن نفس و کرسی خودش دلیل از قرآن و سنت میآورد که این عمل ما گویا عملی جایز است، این است، آن است، شبهه، فلسفه، منطق، کلام، سخنهای سفسطه بیهوده که هیچ به میزان ترازوی قرآن و سنت درست نمیستد و کفر است میآورد و مردم های عامه که جاهل است، علم ندارد، از منهج اسلام، از راه اسلام دور میکند و البته این ضرری بدتر است. و انا من از همه مهمترین سختترینه که من فقط کفریات را ذکر کردم، اما از نظر بدعت و خرافات از 10 تا 20 تا 100 خرافات و بدعت و کمبودی یافت میشد. لیکن مقصد ما البته در تنقید هم راه میکنیم، ما کمبودی را نمیگوییم. ما حالا درباره سر و لباس و این و آن صحبت نداریم، ما درباره سلام کردن کبیری با فلان صحبت نداریم، در شخصیت ها صحبت نمیکنیم. الحمدلله ما دعا میکنیم که الله همه برادران ما رو، همه این تاجیک های بیچاره رو هدایت کند و از این راه دست جمعانه به قرآن و سنت چنگ بزنیم. و این امر الله هست که الله میگه ای برادرای عزیز، الله امرش این است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به قرآن، به حبل الله چنگ زنید و جدا نشوید. حبل الله قرآن و سنت است به اجماع علما. پس بیایید شما به امر الله اطاعت کنید. ما الحمدلله میدونیم که در امر الله هستیم و خود شما گرچنده که شکاکی میکنید میدونید که ما در امر الله در چنگ قرآن و سنت هستیم. بیایید توانستیم یک چیزی رو ایجاد بکنیم، توانستیم، نتوانستیم لااقل در روز قیامت به الله میگیم که کوشش کردیم و نتوانستیم و قدر استطاعت ما همین بود و الله امر کرد فتقوا الله ما استطعتم. از الله بترسید تا قدری که میتوانید تا از عهدهش برآمدن ترسید. و اینچون امر کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم. هر اون چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم به شما امر کرد به قدر استطاعت و تواناییتون اجرا کنید. وقتی که نتوانید مرحمت چیزی که میتوانید همین رو انجام بدید. بارک الله فیکم. و فکر میکنم انا من رحم است که فقط از مسائل مهم صحبت شود، جزئیات، طعنه‌زنی ها نسبت شخص ها و دیگر چیزها الحمدلله ما پناه به از الله میبریم. اگر گفته باشیم عذر میخوایم، طعنه‌زنی از نسبت شخص کسی باشد و هر چیزی که ثواب بود از الله و از دینش و از رسولش و هر کس چیزی خطایی بود، کمبودی بود، این نسبت به خود بنده حقیر و صغیر. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.